آی مردم مصر مطلع شوید، جابر بن حیان دانشمند بزرگ اسلام به شهر ما رسید. خوش آمدی برادرم، به شهر ما خوش آمدی، قدم بر چشم ما گذاشتی. سپاسگزارم از این همه لطف و مرحمتی که به من دارید. راضی به این همه زحمت نبودم. در تمام بلاد مسلمین و عراق کسی نیست که مشتاق دیدار تو نباشه. خوش آمدی. عرصه آنقدر بر علویان تنگ شده بود که جرأت اظهار ارادت به مولایشان را نیز نداشتند. من هم بعد از مرگ مادرم دیگر توان ماندن در خراسان را نداشتم. نه اینکه نخواهم، نمیتوانستم. خدا لعنت کند عباسیان را که علوی بودن را جرم میدانند. آری، بیان که هیچ مخالفتی با عوامل حکومتی انجام بدهند مورد تعرض قرار میگرفتند. مجالس گفتگوی ما با دوستان که در آنها فقط احادیث علمی مولایم جعفر ابن محمد مطرح میشد مورد هجوم آنها قرار میگرفت. در بصره نیز اوضاع بهتر از این نیست. حاکم بصره دائم در پر کردن خزانه‌اش میکوشد و سنگینی بار طمعش بر دوش علویان است. با هر بهانه خراج را از آنان چندین برابر میستاند. اگر بداند کسی برخلاف میل او یا خلیفه حرفی زده باشد یا قدمی برداشته باشد، ابتدا اموالش را مصادره می کند و بعد زندان و سیاهچال در انتظارش است. پدر، یک لحظه. ببخشید، من را میبخشید. بفرمایید. چه شده؟ نفسش به شماره افتاده و صورتش مثل تنور آتش داغ شده. پدر، یک کاری کن. خدایا خودت رحم کن. چه کنم؟ حکیم، بیایید. سلام علیکم. چه شده این بار؟ همسرم راحله مدتی بیماری عجیبی بر جانش رخنه کرده، به طوری که حتی نوشیدن آب روان نیز برایش دشوار است. اکنون نیز حالش دگرگون شده. آیا طبیبی او را دیده؟ آری. سفارش تمام طبیبان بصره را هم به کار بسته ایم، اما فایده نداشته. چرا زودتر نگفتی تا به بالینش برم؟ برادران مرا ببخشید، چند لحظه دیگر نزد شما باز خواهم گشت. ببخشید. آرام باشید مادر، نیازی به برخاستن نیست. چشمان خود را ببندید. حالا آنها را باز کنید. چشمتان را به اطراف بگردانید. گفتید میلی به خوردن یا آشامیدن ندارند؟ آری. چند روز است که اینطور شده؟ بیش از 1 ماه. درست است؟ شایدم 2 ماه. مقداری جوشانده گیاهی مخلوط میکنم به او بدهید. اگر میل نداشت به او بخورانید. دیگر غذایی به او ندهید تا روز بعد که لیوانی آب بخورد و ساعتی بعد دوباره جوشانده را به او بدهید تا من او را ببینم. دردش چیست دوست من؟ مطمئن نیستم انبان.
آنچه اکنون گفتم برای آزمودن او بود تا بدانچه تردید دارم مطمئن شوم. هر آنچه از داروها می‌خواهی حکیم. بیفایده است. راهزنی با این شرط و شروطی که زبیر گذاشته از گدایی هم بدتره. اگه می‌خواستیم به این بدبختی زندگی کنیم همون نون خشک خودمونه می‌خوایم. مثلا سرکرده راهزناست. از صبح تا کیو ندیده؟ هیچکی. شاید هم میخواد بیخبر از ما راه کاروانی رو ببنده. فعلا که چشمای سیاه دختر عنوان راه رو برو بسته. حق داره بینوا. الحق یه چشای جادویی داره. شاید هم هموال پدر تاجرش چش راهزنی چون زبیر رو پر کرده. ارزششو داره. منم اگه جای اون بودم حاضر بودم برای وصلت با چنین دختری آدم بشم. فایده نداره. عشق و عاشقی راهزنی رو از یادش برده. کار کردن با این مجنون دیگه سودی نداره. پس چه کنیم امر؟ خب معلومه باید خودمون دست به کار بشیم. ای دانشمند عرب و عجم، همواره نام بلند تو را با احترام یاد می کردیم و برای بهره‌گیری از دانشت در آسمان ها به دنبالت بودیم. اکنون که خاک بصره مزین به قدوم پرخیر و برکتت گردیده، ما دوستداران علم و دانش و حکمت این فرصت را مغتنم شمردیم تا مجهولات خیش به تو عرضه داریم و بر معلوماتمان بیفزاییم. حال اگر رخصت دهی خواستهای خود بیان کنیم. مولایم می‌فرماید بخیل‌ترین افراد کسی است که در بخشش آنچه که دانسته بخل ورزد. من خود نیز مشتاق حضور در مجالس علم و دانشم و خوش دارم آنچه که از محضر مولایم جعفر ابن محمد کسب کرده‌ام انتشار دهم. حال که چنین است بفرمایید آنچه را که ما هوا می‌نامیم چیست و چگونه است که این ماده بیرنگ و بیبو و بیخاصیت که حتی به چشم نیز نمی‌آید باعث تداوم حیات انسان‌ها می‌شود. هوا یکی از 3 قسم عناصر مادی است که نه جامد است و نه مایع. بیرنگ و شکل هست اما بیخاصیت نیست. هوا از گازهای فراوانی تشکیل شده و حیات بشر و سایر موجودات زنده به آن بستگی دارد. چگونه این هوا میتواند موجب تداوم زندگی گردد؟ شوقی جامی بلورین برای من بیاور. چشم حکیم. بخشی از این هوا موجب تبدیل شدن مواد مغذی بدن به مواد مصرفی می شود و به این طریق اندام درونی نیروی فعالیت می گیرد. بفرما حکیم. ممنونم شوقی. فرض کنید بدن ما همانند شعله این شمع باشد. حال به شعله‌اش به دقت نگاه کنید. این شمع با اینکه مواد سوختنی کافی دارد بدون دریافت هوا قادر به ادامه سوختن نیست. بدن ما نیز همانند همین شمع است. برای سوخت و ساز درونی نیازمند دریافت هوا هستیم.
دارد را تصور کنیم، آمیزه هوا با تبایع چهارگانه را نیز بهتر درک خواهید کرد. هوا از حالت غیر جسمانی به جسمانی تبدیل می شود، مانند روح و جسم که با هم ترکیب می شوند و یک شیء واحد تشکیل می گردند. اساس این ترکیب نیاز روح به جسم و یا در مثال ما نیاز هوا به مجسم شدن است. همین نیاز یا اشتیاق است که به ماده قدرت سازندگی می بخشد و چگونگی این ترکیب بستگی به انتخاب آزاد روح دارد. اینجا چه می‌خواهی؟ سلام. گفتم اینجا چه می‌خواهی؟ اما که دیگران می‌خواند. آنان طالبان علمند، نه دزدان گردنه بند. می‌خوام بدانم او اینجا چه کار می‌کند. تو ربطی ندارد. جا خانه آرزوهای من است، چطور به من ربطی ندارد؟ زبان در کام گیر مردک. آرزویت را به گور خواهی برد. شاید، اما نمیگذارم کسی پا جای پای من بگذارد. کدام جای پا؟ جای پای تو را فقط در بیابان‌ها و گردنه‌ها می‌تواندید که راه بر مردمان بی سلاح بسته‌ای. تو اینجا هیچ جای پایی نداری. من تو را به چنگ خواهم آورد، به هر قیمتی که باشد. نمیگذارم دیگران مانم شوند. زود گورت را گم کن تا با فریاد دیگران رو روی سرت نریختم. همان که گفتم. گورت را گم می‌کنی یا نه؟ بیرون. سریع‌تر. بیرون. آرام باش. بیرون. خیلی خوب رفتم. سریع‌تر. گورت را گم کن. اتفاقی افتاده بانو؟ نه. مراقب مهمانان باشه و خودم غریبه داخل نیاد. خیالتان آسوده باشد. پس نتیجه میگیریم که همه اشیاء در جهان مادی از 4 عنصر تشکیل شده است که آنها نیز از 4 کیفیت اصلی به وجود آمدند و با استفاده از علم المیزان میتوان سهم هر یک از این 4 کیفیت را در تشکیل هر جسمی مشخص کرد و بعد ترکیب آن را دقیقاً تعیین نمود. بدین ترتیب کیمیاگر قادر خواهد بود بر تمامی تغییراتی که در اجسام حاصل می شود تسلط یابد و اگر بتواند عناصر و کیفیات اصلی را که طبیعت از طریق آنها عمل می کند جداگانه تولید کند، آن وقت می تواند خودش اجسامی جدید و به خصوص اکسیرهایی تولید کند که قدرت تأثیر بر فلزات را داشته باشد، به طرزی که هر کیفیتی که در آن جسم وجود دارد و ضعیف است را تقویت کند و هر آنچه را که قوی هست تضعیف کند. خلاصه آن که به تصحیح کاستی ها بپردازد. در این صورت است که هر کسی به هر میزان بتواند در تأثیر این 4 عنصر در تبایع سگان مسلط شود، به همان میزان میتواند به هر نوع معرفت دست یافته و به رمز آفرینش و هنر طبیعت پی ببرد. پس از آنکه از باد، هوا، طبیعت و خواص مواد سخن گفت، بحث را به آل محمد ربط داد. در فضائل و خصائص آنان سخن بسیار گفت و تأکید کرد هر آنچه که می‌داند تنها بخش اندکی از دانسته های مولایش جعفر ابن محمد است. او این را به صراحت گفت؟ آری، چند بار نیز تکرار کرد و توضیح داد که علم راستین و دانش واقعی تنها نزد آل محمد است و هر آنچه غیر از آن باشد جز باطل و سیاهی نیست. بدون شک او مرتکب گناه بزرگی شده است. باید حکم دشمنی با خلافت را علیه او صادر کنیم. حاضران چه؟ آیا از متمولین و متمکنین شهر بودند؟ نام یکایک آنها را نگاشتم سرورم. سامی. بله سرورم. در احوال یکایکشان اندیشه کنید. اگر از مال و ملال درستی برخوردارند بر خراجشان بیافزایید. بله سرورم. فقیران را به حال خود رها کنید. اجازه بدهید از علم و دانش این حکیم بزرگ بهره ببرند.
شاید آنها هم به وضع خود سر و سامانی دادند، آن وقت بر خراج آنها هم بیفزایید. و تو نیز جوان، پیش ما پاداش خوبی داری. سپاسگزارم سرورم. بدهی داشت. اختاپوسی که به جانش افتاده تمام بدنش را آلوده کرده. تمام بدنش را؟ آری، میخواستم واکنش بدن را بیازمایم تا اگر شد به مداوایش بپردازم، اما یعنی دیگر امیدی نیست؟ چند روز بیشتر میهمان شما نخواهد بود. کاش میشد چاره اندیشید که باقی زندگی را برنج کمتری سپری کنم. تنها یک چیز میتواند درد او را کاهش دهد. هرچه هست بگو تا مهیا کنم. باید با ترکیب چند ماده آن را بسازم. امیدوارم بتوانم. خدا بر عزتت بیفزاید من. هرچه میتوانی انجام بده. تمام سعی خود را خواهم کرد. شوقی، با من بیا. امیدوارم خداوند نیز یاری کند. هر چه خواست برایش فراهم کن. چشم سرورم. از کوچه پشت برو.
خسته نباشی حکیم. حال بانو مناسب نیست. دردش افزون شده. به زودی آماده می شود. داخل آن چیست حکیم؟ دارویی که باید با بخار ملایم آب تهیه شود. شوقی مبادا با آن دست بزنی که تکان بخورد. مگر چه می شود؟ بهتر است در پی آزمودنش نباشی. عجب خانه زیبایی. هر چه هست در همین اتاق پنهان شده. بگردید خیش بشو چپ تا بگرد. صدای چه بود؟ نمیدانم. صبر کن پدر، من میروم. دادشان برسد. نمیتوانند حال بانو را تحمل کنند. این فریاد از ترس بود، نه از ناراحتی. ترس از چه؟ نمیدانم.
ثروتمندترین مرد بصره. وای بر شما اینجا چه میکنی؟ ساکت باش پیرمرد. اگه جونشو میخوای بگو بقیه سکه ها رو کجا قایم کردی؟ دیوانه شده ای؟ کدام سکه؟ شما که هستید و اینجا چه میخوایی؟ مگه گوشت کره؟ گفتم بقیه سکهات کجاست؟ ای حرامیان آماده من فجور تو انداز حاضرش باشید نزدیدش بگیرش خیش بیرش اینجا معلوم باش پیرمرد اگر میگم سر از بدن جدا کنه سال چیزی نیست برید تو اتاق برید شرمتان باد از جان ما چه میخواهید؟ چرا غارت میکنید؟ بجن شوخی جمع کن همه رو جمع کن کم بجن یلا از خدا بی خبر در این خانه بیمار سوانلاش داریم. جادوگر کجا بودی؟ بیاریدش خب برید همه جا رو بگردید برید هرچه هست در همان اتاق اول است. بیهوده خانه را به هم نریزید. تو خفه شو پیرمرد اونا کارشون خوب بلدن. این زن بیمار است. اضطراب و ترس موجب مرگ او خواهد شد. جان من بگو یکم دم رو جگر بذاره تا کار ما تموم بشه. اون وقت اگه خواست بمیره آزاده. فهمیدی؟ خدا لعنتتان کنه. خدا دست بودو همه استکار جمع کن. چیزی جا نزده. بیا نمیگی بزن تو همه رو جمع کن. بیا نمیگی باره همه رو جمعش کن. چه شد؟ هی جادوگر سر جات بمون و تکون نخور. تیغه شمشیر من برنده تر از اونیه که فکرشو بکنی. میترسم دستم بلغزه و گلوی این دخترکو ببره. نمیبینی؟ این زن دارد جان میدهد. نه ترس ما کارمون زود تمام میشه. در ضمن این پول داره 7 جون دارن. به این سادگی ها نمیمیرن. کم کدوم گوری هستی؟ بجنبید. یکی اینجا برای مردن عجله داره. مگه نه؟ چرا نگاه میکنی؟ فیگه مرد خره. دنبال من بیا قیس. برو پایین. ای قیس بگرد خوب ببین چیزی به در بخور پیدا میکنی یا نه. چه بود گرمی هم میده. کله سگ تو شوشوندم. نکنه عوض کردی از آن بخوری. بالا بینیم بابا. چی بود؟ صدای چی بود؟ پرسیدم صدای چی بود؟ عقب برو عقب‌تر. همینجا بمونید. دختم لعنتی دختم کمک کن. خاموشش کن احمق کنه بود. سکه ها بیاید نمیشونستم. ای حرامی برید کنار. چی شدی ها؟ عقلم کن. به آن دست نزن حرامی. گفتم دست نزن.
لله و انا الیه راجعون. حضرت قاضی القضات، نمیخوایی بخت خویش را بیازمایی؟ پیش از این آزمودم حاکم بزرگ. به اقبال بلند خویش ایمان آوردم. خوش به حالت، چگونه به این نتیجه میمون رسیدی؟ وقتی یه حاکم بزرگ بصره مرا به این مقام نائل کردند، به اقبال بلند خویش پی بردم. سرورم، در خانه انوان قوقایی به پا شده. یعنی چه شده؟ مادر زلفا به دیار باقی شتافت. ها؟ چه؟ ساعتی پیش سرورم. ما امشب از همنشینی با شما لذت بردیم، ولی متاسفانه خبر بدی به ما دادند. همسر یکی از بزرگان بصره از میان ما رفت و شما همان گونه که میدانید ما همیشه همدرد و غمخوار مردم بصره بوده ایم و از این ضایعه بسیار بسیار متاسف شدیم. پس همه به اتفاق هم فردا در مراسم تشییع و تدفین همسر انوان بصری شرکت خواهیم کرد. شب بخیر. بروید. خدا نگهدار. خیلی خوب بود. بروید. لذت بردیم. خدا نگهدار. با اجازه سرورم. به سلامت. سامی، فردا ترتیبی بده در مراسم همسر انوان ما با شکوه و جلوه تمام ظاهر شویم. حتما سرورم. در ضمن به ام فارس بگویید نزد ما بیاید. همین الان؟ بله، همین الان. بله سرورم. مردک دیوانه، تو چطور خودت اجازه دادی همچین غلطی بکنی ها؟ رحم کن صبح، رحم کن. رحم کنم؟ باید جلوتو پاره کنم، باید از این درخت آویزونت کنم تا عبرت این احمقا باشه. خودت گفتی باید یه کار بزرگ بکنیم، نگفتی؟ گفتم به خونه انوان دستمرد بزنیم. پولدارتر از انوان تو بصره کیه؟ من گمان کردم. تو چطور به این کله پوکت اجازه دادی گمان کنه؟ گمان تو به جز ضرر و زیان واسه من چی داره؟ حالا که اتفاقی نیفتاده، ما که از اون جهتا یه سکه هم نبردیم. خدا لعنتت کنه امر. تو نمیدونی من به خونه انوان دلبستگی دارم؟ تو نمیدونی من خوش ندارم بدخواهی از اون کوچه بگذره؟ نمیدونی؟ همه این بدخلقی ها برای همینه؟ ولم کن. این همه بدخلقی میکنی، روز شبمون یکی کردی، این همه به ما ظلم میکنی، برای چی؟ برای اینکه انوان دختر یکی یه دونش دو دستی تقدیم تو بکنه؟ این دیگه به تو ربطی نداره، فقط کاریو بکن که بهت میگم. تو فقط به من ربط داره، داشتی منو میکشتی، اما غافلی
نمیدونی تو خونه عنوان چی میگذره؟ چی میگذره؟ ها؟ من نمیدونم. از دیگران بپرس. از خیس و کلب بخواه تا برا تعریف کنن. دهنتو واکن بگو ببینم اونجا چی دیدی؟ خیلی خوب. اما مجزا بگم. یالا جون بکن. این پسر جادوگره کیمیاگره نمیدونم چی اون. جابر؟ بله جابر. یه طوری تو خونه عنوان جا خوش کرده که انگار همه چیز دست اونه. یاوه میگی؟ اون فقط مهمان عنوانه. از مهمانی شروع شده بله. بعد دوا درمون زنان وان، بعدم دفاع از او. پسر چه خوش خیال. میخوای ما رو بکشی؟ خب بیا بکش. همه رو بکش. اما اینو بدون تا جابر هست سگ عنوانم بهت پارس نمیکنه. فهمیدی؟ تا جابر هست سگ عنوانم بهت پارس نمیکنه. زبیر! خبر شنیدی زبیر؟ چی شده؟ بصره عزادار شده. چی میخوای بگی؟ همسر عنوان مرد. سلام به حضرت حاکم. امر فرمودین خدمت رسیدم. خبر را شنیده ای؟ بله حضرت حاکم شنیدم. تو باید پیش از دیگران به خانه عنوان بروی. تسلیت ما را به زلفا بگو و کاری بکن که زلفا گمان کند پس از مرگ مادرش شما تنها حامی او هستید. خلاصه هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. فقط مراقب باش کارت را صحیح انجام بدهی. خیالتان آسوده باشد حضرت حاکم. برو. تسلیت عرض میکنم عنوان. خوب است.